در این درس میکرون، سی بمول، یه موقعهایی لا کرون خواهیم داشت و یه جاهایی هم سی کرون میشه. کوک دو سول ره، سی من اول برابر با سی انگلیسی در تیونر کوک شده. بم لا دو لا دو لا دو لا ره دو سی لا سول سول لا سول که لا کرون شد. لا بکار لا دو لا کرون لا سول لا سول سول لاس شب لاس 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 ره لا سول لا بکاره لا کرون میشه لا سول سول راس شب راس 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 ره لا سول لا بکار لا سول سول لا کرون بود. بم دو دو ره می فا دو اسیم زرد ره اسیم زرد می و فا و سول سیم اول دو دو ره می فا راس شب راس 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 سول فا می فا میر فا می ره می ره راس شب راس راس ریز راس شب راس راس ریز ره سا سول ره. دوم میاد روی دو، یه اشاره میخوایم به اوج بکنیم اشاق دو سره ره سی کرون میشه لا فا اسیم زرد فا سول لا سی لا به سی یک یک میاد پایین را شب راس 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 دو سره ره لا. دوم روی دو هست میگیم دو ستوره، همچنان به اشاره به سی کرون کرد. انگشت اول اومد رو دو می ره ره دو دو سی راست چپ راست چپ راست چپ لا سی لا سول لا. انگشت اول میاد رو فا فا سول لا سول لا سول لا سول فا می ره سول فا سول ره اسیم زرد اومد فا سول فا می ره دو سی دو ره می سول ره راست چپ راست 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 راست